السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران گرامی، برادران و استادانی که امروز حضور پیدا کردیم، وقت خدا دریغ نداشتیم. تشکر. دوستان عزیز، از نام خود و از نام شهروندان تاجیکستان یک نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان نامحترم امام علی رحمان، پرزیدنت دیکتاتوری تاجیکستان، مغتصب آوازهای مردم تاجیک، دزد و غارتگر خلق تاجیک آماده ساختیم. پرزیدنتی که همیشه یاد از شکرانه میکند و مردم را در بین دو وریانت گذاشته است: یا اینکه هر چیزی هست شکرانه میکنید، یا اینکه وارد جنگ میشوید. ای نامحترم پرزیدنت، تصور کنید وقتی در حمام آب بازی کردنتان برق ختم می شود، آیا در همین وقت شکرانه میکنید شما؟ وقتی در 1 سال 7 ماه برق را با لیمیت بگیرید، آن هم بدون وقت و ساعت معین، آیا شکرانه میکنید؟ وقتی نبیره خردسالتان در خانه بیتانی از سردی میلرزد، آیا شکرانه میکنید؟ وقتی در تریلیبوس نشسته اید و تا منزل نرسیده برق خاموش می شود یا سیمش میکند، آیا شکرانه میکنید شما؟ یا وقتی نبیره خردسالتان را به تئاتر میبرند و با دلیل خاموش شدن برق نمایشنامه را تماشا نکرده به خانه برمیگردد و 10 ثانیه‌تان هم به باد فنا میرود، آیا شکرانه میکنید شما؟ جناب امام تپک، وقتی برای از دوشنبه به خوجند رفتن و بلچینک های شرکتی در کدام یک جزیره ثبت نام شده صاحبش نامعلوم در نوبت ایستاده چندین سامانی میدهید، آیا شکرانه میکنید شما؟ وقتی برای درست کردن کدام یک حجت یا گرفتن یک معلومات نامه در دلخامات از شما غیر قانونی پول میپرسند، آیا شکرانه میکنید شما؟ وقتی برای به دانشگاه داخل کردن فرزندانتان پول میپرسند و وقتی آن را تمام میکنند برای قبول به کار باز پول میخواهند، آیا شکرانه میکنید شما؟ وقتی کارمندان بدعه از راننده ها پول گرفته به قاید ویران کنندی هایشان چشم میکشند، آیا شکرانه میکنید شما؟ وقتی میبینید یک منصبدار که معاشش برای زندگی 1 ماه نمیرسد و کشک و قصر و ماشین های نوترین دارد، آیا شکرانه میکنید شما؟ جناب خالی، وقتی با دلیل آمدن کدام یک مهمان خارجی ساعتهای دراز مجبور در کوچه ها پیاده حیران و سرگردان باشید، آیا شکرانه میکنید شما؟ وقتی در کشور زندگی میکنید که دعوای سرچشمه آبهای مصفا بودن را دارد، اما آبی آشامیدنی را از چندین کیلومتر با خر میکشانید، شکرانه میکنید شما؟ وقتی در خانه بلند آشیانه بیتونی برق را قطع میکنند
و دیگر نه گاز هست و نه نظام گرمدهی، حتی آبی عادی نیست. آیا شما شکرانه میکنید از این؟ جناب امام تپر، فرزندان وقتی که چشم برای فرزندی مهاجرتان سالها انتظاری میکشید شکرانه میکنید؟ وقتی یکی از پیوندان شما را بی عدالتانه به زندان میفرستند شکرانه میکنید؟ وقتی فرزندانتان در وطن خود کار نمییابند شکرانه میکنید؟ وقتی در عوض 40 ساله محنتتان 80 تا 90 سامانی نفقه میدهند شکرانه میکنید؟ اگر فرزند شما در صدمه از طرف فرزندان صاحب منصبان کشته شوند و به 120 سامانی جریمه خلاص شود شکرانه میکنید شما؟ اگر شما با راه قانونی تشکیل حزب نو را کنید و شما را برای این کارتان با تهمت به زندان اندازند 26 سال شکرانه میکنید؟ اگر شما خواهید که فرزندانتان به فسق و فساد روی نآورده به طربخانه و دیسکو کلوب و شب کلوب ها نرفته به جای این به مسجد روند و اخلاق حمیده را پیشه کنند و شما را نگذارند و شتنف کنند شکرانه میکنید؟ اگر شما معرکه با پول خودتان انجام دادنی هستید و به شما آنها اجازه ندهند آیا شکرانه میکنید؟ ای جناب خالی، اگر شما خواهید که جنازه پدرتان را با وصیتش ایشان نوری‌الدین جان خواند و در این میان کدام دهیوس شما را اجازت ندهد آیا شما شکرانه میکنید؟ اگر پسرتان در زندان کشند و باز گناه را به گردن آن میمانند شما شکرانه میکنید؟ اگر شما را دائما و بے گناه از طریق تلویزیون برقصدانه سیاه کنند و تهمت کنند شما شکرانه میکنید؟ اگر آواز شما را در تمام انتخابات ها دزدند شما شکرانه میکنید؟ اگر در وطنت مثل بی‌وطنان باشی شکرانه میکنی؟ اگر تابوت فرزندت را از روسیه روان کنند شکرانه میکنی؟ اگر مجبور کرده آمده پول سهمیه گیرند برای گیس راغون گفته 5 سال گذرد از این واقعه نه از پولت خبر باشد و نه از گیس، مگر تو شکرانه میکنی؟ سوال ها زیاد هستند دوستای عزیز، اما متاسفانه این سوال ها بی جواب